سلام و صبح بخیر دارم خدمت دوستان عزیز. امیدوارم همگی خوش باشین. ادامه بحث اصول بازتوانی آسیب‌های ورزشی رو میخوایم با هم دیگه پیش بریم. خب، اول یه مرور کوتاه میکنیم به اون چیزی که ما توی جلسه قبل با هم دیگه داشتیم. بعد از اینکه منابع رو معرفی کردیم اومدیم سراغ در واقع تیم توانبخشی. گفتیم برای اینکه ما یک ورزشکار آسیب دیده رو بتونیم در واقع به ورزش خودش برگردونیم و فرآیند بازتوانیش رو درستی انجام بدیم، نیاز به یک تیم توانبخشی داریم که در واقع میاد یک ارزیابی اولیه انجام میده، یک پلن درمانی براش در نظر میگیره، بعد اون پلن درمانی رو تجویز میکنن و در نهایت تمرینات عملکردی رو استفاده میکنن برای اینکه اون فرد به ورزش خودش برگرده و فعالیت خودش برگرده. بعد در مورد اعضای تیم صحبت کردیم، گفتیم پزشک، دندان پزشک، ارتوپدی اطفال، پرستار، در واقع دستیار پزشک، فیزیوتراپیست، اتلتیک ترینر، ماساژ درمانگر، فیزیولوژیست ورزشی، بیومکانیک، تغذیه، روانشناس ورزشی، مربیان و در واقع مربیان بدنسازی و نهایتاً مددکارهای اجتماعی افرادی هستند که ممکنه در هر تیم توانبخشی و بازتوانی پیدا بشن. گفتیم مسئولیت این تیم با پزشک هستش. وقتی آسیب دیدگی اتفاق میفته ارزیابی اولیه رو انجام میده و بعد میاد و انتخاب میکنه که برای یک درمان به کدوم یکی از اعضا نیاز هست و از هر کدوم استفاده میکنه. همچنین ممکنه افراد دیگه‌ای هم توی این تیم حضور داشته باشن که بر حسب نیاز اضافه میشن بدیم. بعد گفتیم که فلسفه پزشکی ورزشی از اینجای شروع میشه که ما در واقع توی پزشکی ورزشی چون محدودیت زمان داریم، هدف ما اینه که ورزشکار رو در کوتاه‌ترین زمان ممکن و ایمن‌ترین حالت ممکن به ورزش خودش برگردونیم و این در واقع علت این میشه که ما میایم پزشکی ورزشی رو یک فیلد جدا در نظر میگیریم، چون در افراد عادی جامعه ما محدودیت زمان نداریم یا کمتره. بعد گفتیم برای اینکه ما بخوایم یک برنامه بازتوانی خوب داشته باشیم، موثر داشته باشیم، لازمه که فرایند ترمیم رو به درستی بدونیم، بشناسیم و برنامه هامون رو بر اساس تایم فریم ها و زمانبندی در واقع فرایند ترمیم ست بکنیم. بعد در مورد این گفتیم که بهتره که ما از پاتومکانیک آسیب ها بدونیم و مثال هایی رو زدیم که چطور میشه برای طراحی پروتکل ها از پاتومکانیک آسیب ها استفاده کرد. بعد در مورد کینتیک چین صحبت کردیم. گفتیم که باید مفهوم کینتیک چین رو بدونیم و زنجیره حرکتی رو در موردش اطلاعات داشته باشیم. در این مورد صحبت کردیم، اما یه مسئله رو هم میتونیم بازم اینجا اضافه بکنیم. اون هم این که ما اغلب از نظر زنجیرهای حرکتی خیلی از اوقات میبینیم که میایم در واقع زنجیرهای حرکتی باز و بسته هم در نظر میگیریم، اوپن کینتیک چین و کلوز کینتیک چین. البته به عنوان زنجیرهای حرکتی اوپن کینماتیک چین و کلوز کینماتیک چین هم دیده میشه این مفهوم. تمرینات یا حرکات زنجیره حرکتی باز در مقابل
حرکات زنجیره حرکتی بسته. خب تمرینات زنجیره حرکتی بسته یعنی ما قسمت پراکسیمال یا قسمت فوقانی اگه بگیم و قسمت دیستال یا قسمت انتهایی هر دو فیکس هستن، مثل اسکات. در اسکات در واقع تنه به عنوان یک، درسته فیکس نیست ولی به عنوان یک مرجع که قرار کمترین حرکت توش اتفاق بیفته در نظر گرفته میشه، اونو فیکس فرض میکنیم. از طرفی قسمت انتهایی که میشه پا هم فیکس در نظر گرفته میشه و پا روی زمین فیکس و ثابت میشه. این حرکت رو بهش میگیم حرکت در زنجیره حرکتی بسته. در این حال وقتی ما داریم تو اندام تحتانی مثلا در حین راه رفتن اون پایی که روی زمینه، روی پای استنس هست، داره تو زنجیره حرکتی بسته حرکت میکنه، در حالی که پای سوینگ یا پایی که در حال تاب دادن تو فضا تو زنجیره حرکتی باز حرکت میکنه. پس در واقع هم اندام تحتانی عمدتاً در واقع زنجیره حرکتی باز داره، هم حرکات زنجیره حرکتی بسته داره. شما وقتی دارین یه شوت میزنین پای تکیهگاه در واقع زنجیره حرکتی بسته است، در حالی که پایی که پای ضربه است پای در واقع زنجیره حرکتی باز هست. پس در اندام تحتانی هر دو حالت رو داریم، اما عمدتاً نیروها یا لودها در اندام تحتانی، حد اکثر لودها و فشارها در زنجیره حرکتی بسته اتفاق میفته، نه زنجیره حرکتی باز. در اندام فوقانی خب عمدتاً حرکات زنجیره حرکتی باز هستن، برعکس اندام تحتانی که بیشترین نیروها در زنجیره حرکتی بسته اتفاق میفته. اما اینطور نیست که ما در توانبخشی اندام تحتانی از زنجیره حرکتی بسته استفاده بکنیم، در اندام فوقانی زنجیره حرکتی باز، بلکه ما میتونیم در واقع از هر دوشون استفاده بکنیم. کاربرد اینها چی هست؟ چه تفاوتی در واقع بین زنجیره حرکتی باز و زنجیره حرکتی بسته وجود داره از نظر نیروهای وارد شده به مفاصل؟ ببینین در حرکات وقتی در زنجیره حرکتی بسته اتفاق میفته، مثلا در زمان اسکات زدن، ما زمانی که داریم حرکت اسکات رو انجام میدیم اطراف زانو، تمام عضلات اطراف زانو فعال هستن، یعنی هم همسترینگ ها فعال هستن. خب همسترینگ داره از سر پایین با فلکشن زانو، از سر بالا اکستنشن هیپ، یعنی توی یه سرش داره کوتاه میشه، یه سر دیگهش داره کشیده میشه، بنابراین عضله تحت لود قرار داره. درسته که نیروی زیادی نیاز نداره تولید بکنه، اما عضله کاملا فعال هستش. از طرفی عضله چهارسر رانی داره انقباض اکسنتریک تو فاز پایین رفتن انجام میده، بنابراین کاملا فعال هستش. همچنین عضلات ساق پا کاملا فعال هستن. پس تمام عضلات، مثلا ما اگر در مورد زانو داریم صحبت میکنیم، در زنجیره حرکتی بسته تمام عضلات اطراف مفصل فعال هستند. خب زمانی که عضلات داخل مفصلی، عضلات اطراف مفصلی کاملا فعال هستند، چه اتفاقی میفته؟ چون تمام ساختارهای اطراف مفصل از همه طرف فعال میشن، سیستم فعال وارد عمل میشه، بنابراین ثبات در مفصل افزایش پیدا میکنه. افزایش ثبات به این معنیه که اگر جایی ما در واقع مفصلمون در معرض خطر در رفتگی، نیمه در رفتگی قرار داره، اولویتمون با اینه که تمریناتی بدیم که ثبات بیشتری داره. جایی که مفصل لکسیتی داره، لقی مفصلی به وجود اومده، اولویت با اینه که ما تمریناتی رو یا ورزش‌هایی رو شروع بکنیم که مفصل در واقع توی اون ثابت‌تر، با ثبات بیشتری قرار داره.
خب این میشه تمرینات زنجیره حرکتی بسته. مثلا افرادی که ربات ACL پاره میکنن در واقع در زمان شروع فاز توانبخشیشون اگر مینیسکشون حالا آسیب ندیده باشه اینو حالا در مورد مینیسک صحبت میکنیم. در مراحل ابتدایی فاز توانبخشیشون به جای اینکه بیایم تمرینات زنجیره حرکتی باز بدیم، تمرینات زنجیره حرکتی بسته رو در دامنه کوتاه شروع میکنیم. چرا؟ چون ثبات مفصلی رو افزایش میده و احتمال اینکه در واقع آسیب‌های بیشتری برسه رو کم میکنه. اما یک اتفاق دیگه هم میفته با زنجیره حرکتی بسته. چی؟ زمانی که تمرینات زنجیره حرکتی بسته میدیم، به دلیل اینکه تمام عضلات اطراف مفصل فعال هستن، فشار داخل مفصلی افزایش پیدا میکنه. با افزایش فشار داخل مفصلی در واقع نیروهای عکس‌العمل مفصلی یا جوینت ریاکشن فورس ها افزایش پیدا میکنن. پس اگر آسیبی داشته باشیم که بخوایم جلوگیری بکنیم از افزایش فشار داخل مفصلی، ما بهتره که تمرینات زنجیره حرکتی باز رو استفاده بکنیم. چرا؟ چون تمرینات زنجیره حرکتی باز مثلا فرد نشسته روی یک صندلی و داره جلو پا کار میکنه، مثلا جلو پا ماشین. خب فرد داره جلو پا کار میکنه، عمدتاً فعالیت در عضله چهارسر، عضلات همسترینگ کمترین فعالیت رو دارن، یعنی همه عضلات اطراف مفصل فعال نیستن. پس اینجا ما سعی میکنیم که تمرینات رو ببریم به سمت تمرینات زنجیره حرکتی باز در ابتدای پروتکلمون. مثلا آسیب هایی که مینیسک میبینه، مینیسک در واقع یک ضربه گیره و افزایش فشار داخل زانو همیشه به نفعش نیست. اگه فردی آسیب مینیسک دیده باشه، اولویت شروع تمرینات اسکات نیست، تمرینات لانچ نیست. تمرینات زنجیره حرکتی باز رو ابتدا شروع میکنیم. با پیشرفت فرد، با بهبود ترمیم، آروم آروم به سمت زنجیره حرکتی بسته میریم. افرادی که درد قدام زانو دارن، مثل کندرومالژیا، نرمی غضروف مفصلی دارن، افرادی که ساییدگی تو مفاصلشون دارن، اینها با افزایش فشار داخل مفصلی در واقع عارضه‌شون ممکنه تشدید بشه. پس برای این افراد ما از تمرینات زنجیره حرکتی باز شروع میکنیم. بعد از اینکه به یه آمادگی رسیدن، آرام آرام به سمت زنجیره حرکتی بسته پیشرفت میدیم تمریناتمون رو، ورزشامون. پس این میشه مفهوم زنجیره حرکتی که در موردش صحبت کرد. یه بحث دیگه هم هست. ببینید تو زنجیره حرکتی باز بچه‌ها، چون عضلات به صورت نامتقارن وارد عمل میشن، مثلا مثل همین جلو پا زدن. خب چون عضلات به صورت نامتقارن وارد عمل میشن و فرد در حین اکستنشن زانو بیشترین نیرو رو عضلات چهارسر وارد میکنن و عضلات پشت که میشه عضلات همسترینگ کمتر وارد عمل میشن، این باعث میشه که نیروهای ترنسلیتوری یا گلایدینگ توی مفصل افزایش پیدا بکنه. چرا؟ چون نیروها یک طرفه داره به مفصل وارد میشه. مثلا زمانی که ما داریم جلو پا کار میکنیم، نیروی عضله چهارسر خیلی تمایل داره که تیبیا رو یا استخوان ساق رو به سمت جلو یا به سمت انتریور بکشه، انتریور گلایدینگ ایجاد بکنه. خب این گلاید قدامی باعث میشه که ساختارهایی مثل ACL تحت فشار تحت کشش قرار بگیرن، لودهای زیادی روشون قرار میگیره. پس اگر جایی ما مثلا میخوایم فردی که دچار اسپرین ACL شده، لیگامنت رباط صلیبی قدامیش تحت کشش قرار گرفته، یا کسی که پارگی رباط ACL داشته الان جراحی کرده و ما نمیخوایم لودهای اضافه‌ای رو برای فرد ایجاد بکنیم،
خب در واقع سعی میکنیم که تمرینات زنجیره حرکتی باز اون هم مخصوصا در انتهای دامنه حرکتی، یعنی 20 درجه انتهایی داده نشه. خب اگر بریم تو پروتکل های بازتوانی بررسی بکنیم میبینیم که مخصوصا افرادی که اتوگرافت استفاده میکنن، یعنی از عضلات و تاندون های ذخیره بدن خودش مثل پاتلا تندون، مثل همسترینگ تندون استفاده میکنن برای پیوند زدن، 2 ماه تا 3 ماه اول ممنوعیت ترمینال نی اکستنشن داریم، یعنی تو انتهای دامنه حرکتی اکستنشن زانو ما اجازه حرکت زنجیره حرکتی باز رو نداریم، ولی تو زنجیره حرکتی بسته میتونیم این تمرین رو اجرا بکنیم. در سمت مقابل افرادی که درد قدام زانو دارن، نرمی کشک دارن، کندرومالژیا دارن یا پی اف پی اس، در واقع تو اینها میگیم شروع تمرینات با ترمینال نی اکستنشن، یعنی تمرینات ترمینال نی اکستنشن یکی از تمریناتی که ما تجویز میکنیم. چرا؟ چون فشار داخل مفصلی رو کمتر بالا میبره. پس ما هر جایی میخوایم در مورد این صحبت بکنیم که برای یک آسیب دیدگی از تمرینات زنجیره حرکتی باز شروع بکنیم یا بسته، به این چند تا مورد توجه میکنیم و بر اساس اون تصمیم میگیریم که تمریناتمون زنجیره حرکتی باز باشن یا زنجیره حرکتی بسته. در ادامه گفتیم که باید در مورد جنبه‌های روانشناختی آسیب دیدگی ها هم ما اطلاعات داشته باشیم و بتونیم در واقع پروتکل‌های توانبخشیمون رو بر اساس اون ست بکنیم. در مورد مفهوم در واقع حرکات عملکردی یک پارچه باید اطلاعات داشته باشیم که این تعاریف رو جلسه قبل با هم دیگه داشتیم و تا این اسلاید پیش اومده بودیم. استفاده از ابزارهای توانبخشی. خب ما باید در کنار همه اینها از ابزارها یا وسایلی که توی توانبخشی استفاده میشن اطلاعات داشته باشیم. یکی از ابزارهای معمولی که در توانبخشی و بازتوانی استفاده میشه در واقع منوال تراپی یا درمانهای دستی، تکنیک درمانهای دستی هستش. خب به طور حرفه‌ای در یک تیم توانبخشی در واقع مسئول انجام تکنیک‌های درمانهای دستی یک فیزیوتراپیست هست. اگر نیاز باشه تکنیک‌هایی مثل در واقع مایوفاشیال ریلیز، مثل منیپولیشن، مثل موبیلیزیشن در واقع جزء اون تکنیک‌های حرفه‌ای هست. کرانیو ساکرال تراپی، ویسرال منیپولیشن و تکنیک‌های متعددی هست که استفاده میشه در منوال تراپی. اما بچه‌ها در حیطه منوال تراپی فقط در واقع این مواردی که عرض کردم وجود نداره. توی حیطه منوال تراپی اکسرسایز تراپی یعنی تمرین درمانی و مثلا ما استرچینگ ها، پی ان اف ها در واقع اینها وجود دارن که جزئی از منوال تراپی حساب میشن که اینها رو اتلتیک ترینر هم میتونه استفاده بکنه. ماساژ ها جزء مواردی که توی منوال تراپی استفاده میشه. مهم اینه که در واقع یک تیم تصمیم بگیره که چه فردی کدام مدالیته رو انجام میده. یا اخیراً در واقع توی بحث مخصوصا آسیب‌های ورزشی خیلی مطرح است، دراین نیدلینگ هم میتونیم استفاده بکنیم، سوزن خشک توی در واقع آسیب‌ها. خب همه این موارد در واقع کاربردهای خودشون دارن و ما میتونیم استفاده بکنیم ازش. استفاده از مدالیته‌های درمانی. مدالیته‌های درمانی مثل یخ، مثل سرما، مثل گرما، مثل حالا مدالیته‌های تحریک کننده مثل FES، مثل فارادیک، مثل مدالیته‌های در واقع کاهش درد مثل تنز، لیزر و غیره. در واقع اینها خب عمدتاً خارج از بحث این کلاس هست ولی اینها هم استفاده میشن.
آب درمانی یکی از در واقع ابزارهایی هست که در توانبخشی استفاده میشه. ما در آب درمانی در واقع میایم یک مداخله ای رو انجام میدیم که فشار داخل مفاصل رو کم میکنیم. چرا؟ چون وقتی فرد در آب قرار میگیره وزن بدنش کم میشه، در واقع طبق همون قانون ارشمیدس وقتی فرد وارد محیط آب میشه مقدار وزن بدنش کاهش پیدا میکنه، مقدار فشاری که پس روی مفاصل وارد میشه کم میشه. از فشار آب استفاده میکنیم، از مقاومت آب استفاده میکنیم و از خاصیت‌های آب برای تمرین و بازتوانی استفاده میکنیم که بسیار مدالیته مفیدی هستش و باید به طور جدی در فرآیندهای بازتوانی ازش استفاده بشه و میشه در واقع برای تسریع فرآیند بازتوانی از آب درمانی استفاده کرد. و در نهایت در صورت لزوم از در واقع داروهایی که پزشک تجویز میکنه میشه استفاده کرد برای اینکه فرآیند توانبخشی رو با سرعت بیشتر پیش ببریم. ما همیشه در برنامه‌های بازتوانی و در کتب و متون با دو دسته در واقع تمرینات روبرو هستیم. یکی تراپیوتیک اکسرسایز یا تمرین درمانی و یکی در واقع کاندیشنینگ اکسرسایز یا تمرینات آماده سازی. خب تفاوت این دو دسته تمرینات چیه؟ زمانی که ما داریم تمرین یا ورزش رو تجویز میکنیم برای افرادی که مشکلات خاصی دارن، مثلا فرد آسیب دیدگی داره، نمیدونم دیابت داره، به هر حال یک مشکل پزشکی، یک آسیب ورزشی در فرد وجود داشته باشه و ما داریم تلاش میکنیم که عملکرد طبیعی فرد رو بهش برگردونیم، یعنی یک عملکرد طبیعی داشته به علتی از دست رفته و حالا ما تلاش میکنیم اون عملکرد طبیعی رو به فرد برگردونیم. خب اینجا در واقع ما میگیم از تمرین درمانی داریم استفاده میکنیم یا از ورزش‌های درمانی داریم استفاده میکنیم. اما زمانی که ما داریم برای افزایش و ارتقای عملکرد فرد تلاش میکنیم، یعنی فرد عملکردش کاهش پیدا نکرده، آسیبی ندیده، اما داریم تلاش میکنیم که فرد عملکرد بهتری داشته باشه و اونو ارتقا بدیم، عمدتاً از واژه حالا کاندیشنینگ اکسرسایز یا ورزش‌های آماده سازی استفاده میکنیم. اما تو خیلی از منابع ممکنه این دوتا اصطلاح به جای همدیگه هم استفاده بشن. به هر حال هر دوی اینها بر اساس قواعد و اصول تجویز تمرینات یا همون علم تمرین باید طراحی بشن. پس پایه و اساس اینها مشابه هستش. در بازتوانی ما چه اهدافی داریم؟ هدفهای ما در بازتوانی شامل چه آیتم ها یا چه مواردی هستند؟ ما در بازتوانی دارای اهداف کوتاه مدت و بلند مدت هستیم. این نه موردی که اینجا الان لیست شدن در پایین که در ادامه در موردشون صحبت میکنیم شامل اهداف کوتاه مدت بازتوانی هستند. اولین هدف کوتاه مدت، اولین هدف در بازتوانی اینه که ما بتونیم از در واقع کمک‌های اولیه بلافاصله بعد از آسیب دیدگی استفاده بکنیم برای اینکه بتونیم تورم رو کنترل و محدود بکنیم.
پس اولین قسمت میشه کنترل تورم با استفاده از کمک‌های اولیه. هدف دوم، هدف کوتاه مدت دوم، کاهش و به حداقل رسوندن درد. هدف سوم، حفظ و بهبود ثبات ناحیه مرکزی بدن، کور استابیلیتی. هدف چهارم، بهبود کنترل عصبی عضلانی. هدف پنجم، حفظ ثبات و تعادل، بهبود و حفظ ثبات و تعادل در افراد. هدف ششم، برگردوندن دامنه حرکتی کامل. هدف هفتم، برگردوندن قدرت، استقامت و توان عضلات. هدف هشتم، حفظ و ارتقاء آمادگی قلبی تنفسی. و هدف نهم، بهبود عملکرد یا ارتقاء عملکردی مناسب برای ورزشکاران، همون تمرینات عملکردی و از این قبیل مداخلات. پس این 9 آیتم در واقع اهداف کوتاه مدت بازتوانی هستن که ما میتونیم ازشون استفاده بکنیم و باید در واقع اینها رو به عنوان این 9 هدف رو به عنوان تابلوهایی در نظر بگیریم که وقتی یک فرد ورزشکار آسیب میبینه باید تک تک این موارد رو در پلن‌های تمرینیمون لحاظ بکنیم. یعنی شما اگر میخواین یک پلن بازتوانی برای یک ورزشکار آسیب دیده بنویسید، باید هر 9 آیتمی که اینجا ذکر شد رو در واقع توش در نظر بگیرید و سعی کنید که اینها رو برای فرد تجویز بکنید و با هدف هر کدوم از اینها در واقع مداخلاتی رو انجام بدید در صورت نیاز. اما هدف بلند مدت در بازتوانی چیه؟ گفتیم اینها اهداف کوتاه مدت هستن، یعنی ما در حین برنامه‌ریزی برای بازتوانی تلاش میکنیم که این آیتم ها رو دونه بدونه براشون برنامه‌ریزی بکنیم و به دست بیاریم. اما هدف از این که ما داریم این مداخلات رو یا این پلن رو میریزیم برای برنامه‌های در یک برنامه بازتوانی قرار میدیم، هدفمون چیه؟ هدف نهاییمون، هدف نهایی اینه که میخوایم ورزشکار رو به فعالیت خودش برگردونیم، ریترن تو اسپورت انجام بدیم با کوتاه‌ترین زمان ممکن و ایمن‌ترین حالت ممکن. پس هدف ما اینه که ما ورزشکار رو به ورزش خودش برگردونیم در هدف بلند مدتمون در کوتاه‌ترین زمان و ایمن‌ترین حالت ممکن. این میشه هدف بلند مدت برنامه‌های بازتوانی. خب در یک برنامه بازتوانی ما باید در واقع اهداف کوتاه مدتمون رو مشخص بکنیم. یک ورزشکار که میاد باید ارزیابی‌های اولیه انجام بشه، نیازهای اون ورزشکار مشخص بشه و اهدافمون رو مشخص بکنیم و یک به یک برای دسترسی به اهدافمون برنامه‌ریزی بکنیم و تمرین بدیم. مثلا یک ورزشکار میاد میبینیم باید دامنه حرکتیش بهتر بشه، قدرتش بهتر بشه، توانش بهتر بشه. اما ما چه زمانی مثلا میتونیم از تمرینات زنجیر حرکتی باز بریم به تمرینات زنجیر حرکتی بسته؟ چه زمانی میتونیم از تمرینات کششی و افزایش دامنه حرکتی بریم به سمت تمرینات قدرتی؟ چه زمانی میتونیم از تمرینات قدرتی بریم به سمت تمرینات توان؟ چه زمانی میتونیم تمرینات اجیلیتی رو یا چابکی رو شروع بکنیم؟ یکی از سخت‌ترین مراحل یا سخت‌ترین قسمت‌هایی که ما در یک پروتکل بازتوانی باید در واقع همیشه باش
مواجه هستیم و باید در موردش تصمیم بگیریم اینه که ما چه زمانی از یک مرحله به مرحله بعد بریم. این که ما چه زمانی میتونیم از یک مرحله وارد مرحله دیگه ای بشیم جاییه که معمولاً ما ممکنه با خطا روبرو بشیم. یعنی یهو مثلا در زمان نامناسب بریم و تمرینات مثلا اکسنتریک تجویز بکنیم. خب این میتونه باعث ایجاد آسیب مجدد در فرد بشه و اون ایمنی فرد رو کاهش بده. بنابراین ما باید در واقع با دقت زیادی سعی کنیم پروتکل ها رو تجویز بکنیم و توی اهداف کوتاه مدتمون زمان بندی ها رو رعایت بکنیم. و سرعت به تنهایی ملاک نیست، باید ایمنی رو هم در نظر بگیریم و طوری برنامه‌ریزی بکنیم که ورزشکار دچار آسیب دیدگی نشه و در صورتی که ما براش پروتکلش رو پیشرفت میدیم. از طرفی ما باید به ورزشکار اطلاعات بدیم که بدون چه زمانی نمیتونه چه ورزش‌هایی رو انجام بده و از چه زمانی احتمالاً میتونه شروع بکنه. اما باید همیشه این رو در نظر داشت که نباید این اشتباه رو هم انجام بدیم که به ورزشکار اطلاعات دقیق بدیم در مورد اینکه دقیقاً چه زمانی به ورزش خودش برمیگرده، چون که این باعث میشه ورزشکار در واقع مشکلاتی براش پیش بیاد و فکر کنه که زودتر میتونه ورزشش رو شروع بکنه. مثلا زمانی که ما ممکنه مثلا به فرد میگیم شما دقیقاً 4 هفته مثلا تمرینات استقامتی انجام بده، بعد از شروع هفته پنجم میتونی تمرینات مثلا قدرتی انفجاری رو شروع بکنی. خب ممکنه انتهای هفته چهارم فرد به اون در واقع سطح از آمادگی نرسیده باشه هنوز که بخواد تمرینات انفجاری رو شروع بکنه و اون وقت ورزشکار ممکنه به خودش آسیب بزنه و با عجله کردن در واقع این اتفاق بیفته. ما همیشه باید حدود رو بگیم ولی باز هم در حین فرآیند بازتوانی تصمیم گیری میکنیم که چه اتفاقی بهتره برات بیفته. یکی از اهداف ما توی بازتوانی یا هدف اول ما توی بازتوانی کنترل تورم بود. گفتیم که حداقل کردن و کنترل کردن تورم هدف اولیه است. بلافاصله بعد از اینکه آسیب میبینه ما اولین هدف، یعنی بلافاصله که یک ورزشکار دچار آسیب دیدگی میشه، اولین هدف ما در بازتوانی اینه که کنترل کنیم و محدود کنیم تورم رو. چرا این تورم انقدر اهمیت داره که به عنوان اولین هدف بهش نگاه میکنیم؟ چون که وقتی یک قسمتی از بدن دچار تورم میشه، متورم میشه، فشار داخلی اون منطقه افزایش پیدا میکنه. یعنی چون اون منطقه مایعات تجمع پیدا میکنه، تجمع مایعات باعث افزایش فشار داخل بافتی توی اون منطقه میشه. افزایش فشار داخل بافتی توی منطقه باعث میشه که گردش خون توی اون منطقه افت پیدا بکنه، کاهش. چرا؟ چون فشار روی عروق خونی افزایش پیدا میکنه. با افزایش فشار روی عروق خونی جریان خون تو اون منطقه کاهش پیدا میکنه. کاهش جریان خون در منطقه‌ای که آسیب دیده باعث میشه که مواد زائد، در واقع الکترولیت‌های اضافه و موادی که حاصل از ضربه خوردن و آسیب دیدن و از سلول‌ها ریلیز شده تو اون منطقه باقی بمونه و این باعث میشه خودش درد رو افزایش بده، آستانه درد رو میاره پایین و فرد احساس درد میکنه. پس احساس درد رو افزایش میده. از طرفی خود تورم باعث میشه که مهار عصبی عضلانی اتفاق بیفته. مثلا به محض اینکه عضله 400 یک تروما بهش وارد میشه، یک ضربه میخوره، تورم میکنه، عضله از نظر عملکردی مهار میشه و شروع میکنه به ضعیف شدن و آتروفی شدن که این میتونه در بلند مدت برای فرد در واقع اختلال در عملکردش ایجاد بکنه. پس یکی مهار ایجاد میکنه و یکی که افزایش فشار داخل بافتی میده. همچنین
وقتی که تورم ایجاد میشه، به خاطر اینکه تورم باعث میشه که جریان خون به درستی اتفاق نیفته، خود این کاهش جریان خون باعث میشه که تأخیر در فرایند ترمیم اتفاق بیفته. فرایند ترمیم افراد به تأخیر میفته. افزایش تورم معمولا تو 72 ساعت اولیه بعد از آسیب خیلی اهمیت داره. پس ما تو 72 ساعت اولیه یکی از اصلی ترین اهدافمون کنترل و محدود کردن تورم هستش. از نظر کلی یا از نقطه نظر کلی بچه‌ها، هر چی که ما در فاز ابتدایی، در مراحل ابتدایی در کنترل تورم موفق تر باشیم، احتمال اینکه ورزشکار زودتر بتونه به ورزشش برگرده بیشتره. یعنی یک ارتباط مستقیم هست که هرچی تورم بهتر کنترل بشه، شانس برگشت یا زمان برگشت کوتاه‌تر میشه. پس خیلی اهمیت داره که در مراحل ابتدایی ما تورم رو بتونیم کنترل بکنیم. خب برای کنترل تورم ما از چه رژیمی استفاده میکنیم؟ رژیم Price Protection Restricted Activity Ice Compression Elevation. بعضی دی هم بهش اضافه میکنن پرایس، یعنی دراگ، داروها، که اینو حالا بحث دراگز رو توی مبحث در واقع هیلینگ پروسس با هم دیگه در موردش صحبت میکنیم که استفاده بشه نشه چطور. خب این رژیم رو شما همه دیگه میشناسید. ما بلافاصله بعد از اینکه فرد دچار آسیب دیدگی میشه، اولین اقدامی که براش انجام میدیم رژیم پرایس هست. خب رژیم پرایس به خوبی میتونه تورم رو کنترل کنه. پروتکشن، اگر فرد مثلا دچار انکل اسپرین شد، دچار یک آسیبی شد، بلافاصله برای اینکه آسیب جدیدی نبینه یا آسیبش توسعه پیدا نکنه، میتونیم از بریس ها مثل مچبندها، زانوبندها مثل کنزو تیپ استفاده بکنیم. اگر فرد آسیبش جدی هست، مثلا میگیم تا تعیین تکلیف شدن، اینکه ببینیم چه ساختارهای آسیب دیدن، چقدر آسیب دیدن، از فرد میخوایم که با کراچ یا با عصای زیر بغل راه بره. اینها جزء مواردی هستن که ما میتونیم رعایت بکنیم برای اینکه آسیب بیشتر نشه و تورم کنترل بشه. توی متون گذشته بچه‌ها این آر رو با عنوان رست در نظر میگرفتن، یعنی میگفتن پروتکشن، رست، آیس، کامپرشن، الیویشن. ولی تو متون جدیدتر بهش میگن restricted activity، یعنی محدود کردن فعالیت. ما فعالیت ها یا کارهایی که باعث افزایش آسیب بشن، احتمال افزایش آسیب داشته باشه رو محدود میکنیم، اما فرد در مورد سایر فعالیت ها محدودیتی نداره. مثلا وقتی یک ورزشکار دچار انکل اسپرین میشه، خب براش یه بریس میبندیم، ممکنه دویدن رو براش ممنوع کنیم، اما فرد در زمان راه رفتن درد نداشته باشه، در واقع خیلی مشکل جدی نداشته باشه، راه رفتن رو براش محدود نمی کنیم. ممکنه دوچرخه ثابت رو براش تجویز بکنیم ولی دویدن رو براش تجویز نکنیم. بنابراین میگیم restricted activity، فعالیت هایی که احتمال افزایش آسیب داره رو محدود میکنیم، نه تمام فعالیت های جسمی رو. مدالیته بعدی یا عمل بعدی که ما انجام میدیم آیس هست، یخ گذاشتن، استفاده از کمپرس یخ. بلافاصله بعد از آسیب ما از کمپرس یخ استفاده میکنیم. چقدر؟ چه مقدار؟ چه زمانی؟ با چه فاصله زمانی؟ ما یخ رو اولا برای چی استفاده میکنیم؟ چون یخ وقتی که
روی بافت قرار میگیره باعث وازو کانستراکشن یا در واقع انقباض عروقی میشه. عروقی که به یک منطقه وارد میشن دچار اسپاس میشن و تنگتر میشن و جریان خون رو کم میکنه. خب وقتی که فردی دچار آسیب دیدگی شده، چون بلافاصله اون عوامل التهابی میان و اون منطقه رو در واقع باعث گشادی عروقشون میشن و جریان خون رو زیاد میکنن، این افزایش جریان خون به اون منطقه در مراحل ابتدایی میتونه واکنش‌های التهابی رو بیشتر کنه و تورم رو افزایش بده. پس ما میایم اون رو کنترل میکنیم، محدود میکنیم با یخ. وقتی ما روی یک بافتی یخ میذاریم در واقع خب محدودیت گردش خون ایجاد میکنیم. اما تا چه زمانی؟ مطالعات نشون داده معمولاً بعد از 15 دقیقه یا بعد از 20 دقیقه، معمولاً بعد از 15 دقیقه دیگه یخ باعث محدودیت گردش خون نمیشه. در واقع چون دیگه یه جایی دچار یخ زدگی میشه، بافت باعث میشه که احتمال آسیب دیدگی و لیز شدن در بافت وجود داشته باشه. برای اینکه اون یخ زدگی اتفاق نیفته بدن تلاش میکنه برعکس جریان خون رو زیاد کنه که اون منطقه رو از مرگ نجات بده. مثل اینکه مثلا ما میریم تو سرمای زمستون بیرون، نوک دماغمون یا گوشامون قرمز میشه، چون سرمای زیاد باعث میشه که بدن احساس کنه که اگه مثلا الان دیگه خون به این منطقه نرسه دچار با مرگ بافتی بشه، آسیب بافتی ببینه. خب اینجا برعکس جریان خون به سرعت افزایش پیدا میکنه. پس ما اگر هدفمون کاهش جریان خون در یک منطقه است، اون منطقه رو حد اکثر تا 1 ربع میتونیم یخ براش اعمال کنیم. 1 ساعت دوباره براش استفاده نکنیم و دوباره بعد از 1 ربع میتونیم استفاده بکنیم. هر چند بار در طول روز میشه استفاده کرد تا 72 ساعت اولیه یخ در اولویت قرار داره. یعنی فرد میتونه 5 بار، 6 بار، 7 بار در طول روز این کار رو تکرار کنه با فواصل زمانی حداقل 1 ساعت تا 1 ربع روی موضع یخ بذارن. معمولا زمانی که یخ میذاریم توصیه میشه یخ مستقیم روی پوست قرار نگیره، چون باعث میشه که پوست یخ بزنه و تاول بزنه. بعضی موقع حتی پوست یخ میزنه و به کیسه یخ ممکنه بچسبه و در واقع کنده بشه، لیز بشه، از بین بره. بنابراین توصیه میشه که یه لایه پارچه بین یخ و پوست قرار بگیره، پوست مستقیما در معرض یخ قرار نگیره. اما مثلا شما یه زمانی یک بافت عمقی دارین، ما گفتیم پس استانداردش حد اکثر 1 ربع. اما وقتی مثلا ما یه زانویی رو آسیب میبینه، احتمال زیاد میدیم که در واقع رباط ACL پاره شده باشه و بلافاصله زانو شروع میکنه همارتروز کردن، خونریزی داخل مفصلی کردن و در واقع شروع میکنه تورم بیش از حد مفصلی انجام دادن. خب زمانی که ما یخ رو میذاریم روی زانو، بچه‌ها بافت‌های سطحی مثل پاتلا، مثل عضلات سطحی، اینها بلافاصله که ما یخ رو میذاریم روی پوست شروع میکنن به یخ دریافت کردن، سرما دریافت کردن. اما ممکنه 10 دقیقه بعد این سرما هنوز به داخل زانو نرسیده باشه. یعنی بافت‌های عمقی داخل زانو هنوز سرمایی رو دریافت نکرده باشن، بلکه بافت‌های سطحی دریافت کردن و اتفاقا آسیب دیدگی در بافت‌های عمقیه. بنابراین بافت‌های سطحی محدودیت گردش خون پیدا کردن، بافت‌های عمقی همچنان دارن در واقع خونریزی میکنن، گردش خون بالایی دارن. اینجا برای اینکه یخ به اون بافت هدف ما که عمقی برسه، ممکنه ما تا نیم ساعت رو زانو یخ بذاریم. پس اون 1 ربعی که میگم، اون 1 ربع برای بافت آسیب دیده است و از زمانی که در واقع ما یخ رو به بافت آسیب دیده فکر میکنیم میرسونیم. در بافت‌های عمقی مثلا رباط ACL ما تا نیم ساعت هم میتونیم روی زانو یخ استفاده بکنیم، از نظر زمانی ممنوعیتی نداره. بعضی مواقع
مثلا رو مچ پای یک ورزشکار یه لگد میخوره روی قوزک خارجی، یک کوفتگی، یک له شدگی روی یک بافتی که زیرش بلافاصله استخوان هست، یک لایه پوست، یک لایه فاشیا و بعد بلافاصله استخوان. خیلی سطحیه. اینجا اگه ما بیایم مثلا حتی همون یه ربع یخ بذاریم، باعث لیز شدن ممکنه اون بافت پوست رو کاملا ما در واقع منجمد کنیم و از بین بره. خب اونجا ما مثلا 5 دقیقه بیشتر یخ نمیذاریم. پس از نظر زمانی به موضع نگاه میکنیم. جایی که یه عضله است و سطحیه تا یه رو، جایی که یک پوست سطحی داریم ممکنه در واقع این رو 5 دقیقه استفاده کنیم. جایی که در عمق مفصل آسیب داریم میتونیم تا نیم ساعت استفاده بکنیم. بین دو بار استفاده معمولا 1 ساعت فاصله میذاریم. یعنی مثلا یه دونه 9:30 تموم شد، 10:30 دوباره میتونیم یخ بعدی رو بذاریم. پس این هم از قوانینی که برای یخ استفاده میکنیم. خب یخ میدونیم که استفاده از آیس روی مناطقی مثل چشم هم ممنوعیت داره. چرا؟ چون که یخ زدن چشم ممکنه فشار داخل چشم رو بالا ببره و آسیب ایجاد کنه. در واقع ما از اطراف استفاده میکنیم. اگر فردی ضربه‌ای به سر و صورتش خورد، روی چشمش یخ استفاده نمیکنیم. کامپرشن یا ایجاد فشار. کامپرشن چی کار میکنه؟ ما زمانی که مثلا با استفاده از یک بانداژ کشی موضعی که آسیب دیده رو تحت فشار قرار میدیم، این باعث میشه که تورم کمتر بشه، چون فشار رو از بیرون اعمال میکنیم، اجازه نمیده که تورم زیاد ایجاد بشه تو موضع. کامپرشن رو معمولا با باندهای کشی استفاده میکنیم، اما قاعده داره بچه‌ها. مثلا اگر شما یک باند کشی 10 سانتی رو دارین استفاده میکنین برای کنترل تورم، مثل این شکل ببینین اینجا از انگشتان پا شروع شده تا مچ پا و بعد به سمت بالا. ببینین مثلا این فرد مچ پاش آسیب دیده، از 10-15 سانتی متر پایین تر از محل آسیب تا 10-15 سانتی متر بالاتر از محل آسیب دیده. منطقه‌ای هست که ما برای کامپرشن استفاده میکنیم، برای بانداژ استفاده میکنیم، بانداژ کشی. شیوه بستنش چطور باشه؟ از عضو دیستال، از قسمت پایین، از قسمت دیستال بانداژ کشی شروع میشه، یک لایه اینجا میزنیم اطراف انگشتان، بعد سعی میکنیم هر لایه 50% لایه قبلی رو بپوشونه، یعنی 50% میریم جلو. اگه مثلا کش 10 سانت داریم استفاده میکنیم، دور اول رو میزنیم، دور دوم 5 سانتی متر همپوشانی داره با لایه اول، 5 سانتی متر جدیده. دور سوم 5 سانتی متر همپوشانی داره با دور دوم، 5 سانتی متر جدیده و همینطور ادامه میدیم به سمت بالا. فشار چطور تنظیم بشه؟ فشار باید در لایه‌های دیستال بیشتر باشه، یعنی وقتی داریم میکشیم کش در این منطقه بیشتر باشه، هر چی که به سمت بالا میریم افزایش پیدا بکنه. پس فشار در قسمت‌های دیستال بیشتر، به سمت بالا که میره کمتر. این باعث میشه انگار داریم با یه فشار ملایم جریان خون و لنف رو به سمت قلب هدایت میکنیم. پس از دیستال به پروکسیمال فشار کاهش پیدا میکنه. مقدار فشار چقدر باشه؟ ما وقتی کش رو میبندیم 1 رو 20 دقیقه بعدش عضو دیستال مثل انگشتا رو نگاه میکنیم. اگر انگشتای پا یا انگشتای دست دچار مثلا کبود بشن، یه مقدار احساس کنیم که خون به خوبی توشون جریان پیدا نکرده، یعنی ما خیلی بیش از حد با فشار بیش از حد بستیم. باید فشار رو کم بکنیم.
پس 1 رو 20 دقیقه بعد از بستن انگشتای دست و پا رو چک میکنیم که محدودیت گردش خون باعث ایجاد آسیب بافتی نشه، دیگه بیش از حد هم فشار اعمال نکرده باشیم. و آیتم آخر الیویشن یا بالا گذاشتن. از فرد میخوایم عضوی که آسیب دیده رو وقتی دراز میکشه در واقع بالاتر از سطح قلب خودش قرار بده. این باعث میشه که جریان خون به سمت قلب هدایت بشه و تورم کمتر بشه. میشه همزمان مثلا برای ساپورت از کنزو تیپ استفاده کرد، برای پروتکشن و در واقع ساپورت، برای کامپرشن از بانداژ کشی. اینو میتونیم همزمان استفاده کنیم، روی تیپ در واقع بانداژ کشی استفاده کنیم. خود تیپینگ هم در واقع مدل های ضد تورم داره، یعنی میتونیم حتی از تیپ های ضد تورم استفاده بکنیم. اینها مواردی هست که ما میتونیم برای کنترل تورم ازش استفاده بکنیم. هدف بعدی برای در واقع برنامه‌های توانبخشی و بازتوانی کنترل درد هستش. خب برای کنترل درد ما وقتی تورم رو کنترل بکنیم در واقع درد رو هم کنترل کردیم، چون گفتیم افزایش تورم با افزایش درد همراهه. از طرفی مثلا پروتکشن، رست، restricted activation و بعد آیس، همه اینها مدالیته هایی هستن که در کنترل درد هم موثر هستن. برای کنترل درد ما میتونیم از داروها استفاده بکنیم، داروهای انسید. در مورد اینکه چقدر، چرا، چجوری بذاریم تو بحث خود در واقع پاسخ التهابی در موردش صحبت میکنیم، اما به هر حال میتونیم از داروها هم استفاده بکنیم. استفاده از سرمادرمانی در دردهای حاد، استفاده از گرمادرمانی در دردهای تحت حاد و مزمن میتونه برای کنترل درد به ما کمک بکنه. استفاده از تحریکات الکتریکی تو فیزیوتراپی استفاده میشه. استفاده از منوال تراپی، استرچینگ و غیره هم میتونه به کنترل درد کمک بکنه که ما میتونیم ازش استفاده بکنیم. هدف بعدی در پروتکل ها بچه‌ها کور استابیلیتی هست. ما توی مباحثمون قبلا در مورد اهمیت کور استابیلیتی صحبت کردیم. تو درس پاتوکینزیولوژی دیروز مفصل در مورد اینکه ناحیه تنه چه اهمیتی داره و کور استابیلیتی چه اهمیتی تو عمل کرده اندام ها داره مفصل صحبت کردیم. دیگه نمیخوام این رو مجددا اینجا توضیح بدم و باز بکنم. فقط این رو در نظر داشته باشین که هر آسیب دیدگی اتفاق بیفته ما باید در واقع حفظ و بهبود کور استابیلیتی رو جز اهداف درمانی کوتاه مدتمون داشته باشیم. ممکنه ورزشکار مچ پاش آسیب دیده باشه، ممکنه زانوش آسیب دیده باشه، شونه‌اش آسیب دیده باشه. به هر حال تمرینات کور استابیلیتی جزئی از پروتکل‌های بازتوانی هست که ما باید اجرا بکنیم در حین فرآیندهایی که برای ریترن تو اسپورت و بازگشت به ورزش داریم. یعنی ما این جزء اصلی و ضروری در تمام پروتکل‌های توانبخشیمون قرار میگیره برامون. کنترل عصبی عضلانی، حفظ، بهبود و ارتقاء کنترل عصبی عضلانی. بچه‌ها مطالعات زیادی وجود داره که نشون میده مثلا وقتی یک فردی انکل اسپرین میشه، دچار پیچ خوردگی مچ پا میشه یا دچار یک ضربه تروما به زانو میشه، بعدش میان در واقع کنترل عصبی عضلانیش رو مثلا EMG میگیرن، میبینن که بعضی از عضلات با تأخیر وارد میشن، بعضی از عضلات دیرتر وارد میشن، بعضی از عضلات زودتر وارد میشن، بعضی از عضلات میزان فعالیتشون کم میشه. در واقع اون کنترل عصبی عضلانی رو از دست میدن. یا به طور کلی میگیم انگار که بعد از آسیب دیدگی بدن نقشه‌های حرکتی خودش رو یه قسمتیشون رو فراموش میکنه و میاد در واقع نقشه‌های جدید رو ایجاد میکنه که ممکنه اینها خودشون باعث ایجاد آسیب دیدگی و در واقع باعث بشه که فرد مستعد آسیب‌های جدید بشه. خب
اینجا تمرینات عصبی عضلانی خیلی مطرح هستش. ما باید در آسیب دیدگی ها همیشه تمرینات عصبی عضلانی رو قرار بدیم، چون مطالعات باز هم نشون دادن که استفاده از تمرینات عصبی عضلانی باعث میشه که اون نقشه های حرکتی که فرد داشته به حالت اولیه خودش برگرده و ریست بشه و بدن آماده در واقع ورزش بشه. نکته مهم دیگه ای که ما باید در فرایندهای بازتوانی همیشه به عنوان یک هدف بهش نگاه بکنیم و براش برنامه‌ریزی بکنیم، کنترل عصبی، علاوه بر کنترل عصبی عضلانی، تعادل هستش، پاسترال کنترل یا ثبات هستش. خب در اغلب موارد بعد از آسیب دیدگی ها ما میبینیم که تعادل به هم میخوره. وقتی تعادل افراد به هم میخوره، خب ما میبینیم که این فرد مستعد آسیب دیدگی میشه. بنابراین ما باید در افراد آسیب دیده برنامه‌های تعادلی رو هم مد نظر قرار بدیم. پروتکل‌های تعادلی و ارتقاء تعادل افراد باید یکی از آیتم‌هایی باشه که ما برای هر ورزشکاری در واقع استفاده می‌کنیم تو پروتکل‌های بازتوانیمون. بازگرداندن دامنه حرکتی کامل. یه مثال میزنم. مثلا یک ورزشکاری که دچار انکل اسپرین یا پیچ خوردگی مچ پا میشه، معمولا دچار محدودیت دورسی فلکشن مچ پا میشه. یعنی دامنه حرکتی دورسی فلکشنش حالا به خاطر اینکه آرتروکینماتیک مفصل یه مقدار به هم میخوره دچار اختلال میشه. خب این محدودیت دورسی فلکشن مچ پا باعث میشه که فرد زمانی که میخواد در واقع دورسی فلکشن انجام بده توی عمل کرد، وقتی داره راه میره، وقتی داره فعالیت میکنه، پرش و فرود انجام میده، مدام عضلات پرتیبیال مجبورن در واقع حرکت دورسی فلکشن انجام بدن. خب برای اینکه این دورسی فلکشن اتفاق بیفته وقتی که یک مفصل با محدودیت یا سفتی حرکت همراهه، عضلات پرتیبیال مثل تیبیالیس انتریور، مثل پرونوس لونگوس، پرونوس برویس، اینها مجبور میشن بیشتر کار کنن برای اینکه جبران بکنن اون سفتی و محدودیت دامنه حرکتی رو. پس این بیشتر کار کردن باعث خستگی بیشتر اونها و خستگی بیشتر اونها باعث میشه اونها زودتر مفصل رو رها کنن و مفصل در معرض آسیب دیدگی قرار بگیره. بنابراین مثلا در یک عارضه‌ای مثل پیچ خوردگی مچ پا همیشه برگردوندن دامنه دورسی فلکشن اهمیت ویژه‌ای داره. حالا بعضی موقع این محدودیت دورسی فلکشن به خاطر استیفنس و سفتی عضلات کافه که حالا چه فاشیا ریلیز برای عضلات کاف، چه استرچینگ برای عضلات کاف میتونیم استفاده بکنیم، یا اینکه بعضی مواقع به خاطر آرتروکینماتیک و برهم خوردن آرتروکینماتیک مفصله که حالا مثلا تکنیک‌های تخصصی تر مثلا مثل موبیلیزیشن تالوس اینا که توسط فیزیوتراپیست ها انجام میشه. به هر حال این قسمت باید به درستی انجام بشه و جزء پروتکل‌های درمانی قرار بگیره. بعد استفاده از تمرینات قدرتی، استقامتی و توان هستش. ما به هر حال بعد از آسیب دیدگی باید ارزیابی‌هایی داشته باشیم، بتونیم از تمرینات مختلف، روش‌های تمرینی مختلف استفاده کنیم. مثلا تمرینات ایزومتریک دیگه تعریف نکنم، دوستان تعریف این تمرینات رو میدونن. در مراحل اولیه میتونیم بعد از آسیب دیدگی ها میتونیم تمرینات ایزومتریک رو شروع بکنیم. میتونیم از تمرینات مقاومتی پیشرونده استفاده بکنیم. میتونیم از تمرینات آیزوکینتیک استفاده بکنیم. شاید آیزوکینتیک کمتر در واقع به چشمتون اومده باشه و در واقع کمتر اطلاعات داشته باشین. تمرینات آیزوکینتیک تمرین در سرعت ثابت هست. در واقع ما میایم عضلات رو در سرعت ثابت تمرین میدیم. چه مزیتی داره؟ شما مثلا زمانی که دارید با وزنه‌های آزاد کار میکنید، مثلا برای عضله جلو بازو میاد مثلا 15 کیلو دمبل برمی‌دارید. خب این 15 کیلو دمبل در
رستینگ لنگث به عضله 15 کیلو نیرو وارد میکنه، نیروی مقاوم. در طول کوتاه و در طول بلند هم در واقع همون 15 کیلو وارد میشه. بنابراین عضله ممکنه در یک جایی از دامنه حرکتی اوورلود بشه، در یک جای آندرلود باشه. یک جایی ممکنه که این لود برای اون دامنه حرکتی خیلی هم کم باشه. اما دستگاه آیزوکینتیک میاد در واقع سرعت رو ثابت میکنه. یعنی شما در جایی که عضله میتونه نیروی خیلی زیادی تولید کنه، نیروی مقاوم دستگاه هم زیاد میشه. در جایی که عضله نمیتونه نیرو تولید کنه، در واقع نیروی مقاوم از دستگاه هم کم میشه و این باعث میشه که عضله در هر جایی از دامنه حرکتی بر اساس اون منحنی طول تنشن خودش تقویت بشه و این هم جزء در واقع دستگاه‌هایی هست که میشه تو بازتوانی استفاده کرد. تو رشته‌های ورزشی حرفه‌ای در واقع از آیزوکینتیک استفاده میشه، هم برای آزمون‌ها، برای اینکه ما ببینیم ورزشکارها میتونن به ورزش خودشون برگردن یا نه، برای اجازه ریترن تو اسپورت ازش استفاده میشه، هم به عنوان ابزاری برای توانبخشی. استفاده از تمرینات پلایومتریک تو مراحل انتهایی بازتوانی میتونیم استفاده بکنیم و در مورد استفاده از تمرینات اوپن چین در مقابل تمرینات کلوز چین که همین جلسه ابتدای جلسه در موردش مفصل صحبت کردیم. هدف کوتاه مدت بعدی حفظ سلامت قلبی تنفسی یا آمادگی قلبی تنفسی. خب هر ورزشی نیاز به آمادگی قلبی تنفسی داره. مثلا یک ورزشکاری که الان زانوش آسیب دیده، خب این ورزشکار رو ما اگر بخوایم در واقع به بازتوانیش بپردازیم، حتما باید آمادگی قلبی تنفسیش رو حفظ بکنیم و اجازه ندیم از بین بره، کاهش پیدا بکنه و بعداً ورزشکار ناآماده‌ای رو تحویل تیم بدیم. اینجا میایم مثلا از ارگومتر استفاده میکنیم، از دوچرخه دستی استفاده میکنیم، از اندام فوقانی استفاده میکنیم برای اینکه آمادگی قلبی تنفسی فرد رو حفظ بکنیم. به هر حال همیشه باید در نظر داشته باشیم یک ورزشکار آسیب دیده رو باید از ابتدای راه در واقع در مورد آمادگی قلبی تنفسیش برنامه‌ریزی داشته باشیم و اجازه ندیم که ورزشکاری که تحت بازتوانی هست آمادگی قلبی تنفسیش کاهش پیدا بکنه و به مخاطره بیفته. حالا هر جایی که آسیب دیده ما میتونیم از اعضای دیگه، از اندامهای دیگه استفاده بکنیم برای اینکه آمادگی قلبی تنفسی فرد رو حفظ بکنیم. بعد باید ما بر اساس در واقع هرم فانکشنال پروگرشن پیش بریم. در مناطقی که آسیب دیدگی داریم بچه‌ها، هدف اولیه ثباته. ما باید اگر جایی از بدن آسیب دیده در ابتدای راه ثبات رو براش ایجاد بکنیم. منطقه آسیب دیده باید ثبات داشته باشه. پس تمرینات ثباتی، تمرینات اکتیویشن، تمریناتی که فعال سازی میکنه عضلات رو در اولویت قرار دادن. بعد از اینکه یک ثبات نسبی ایجاد شد میتونیم تمرینات قدرتی و بعد از اینکه تمرینات قدرتی بهتر شد میتونیم تمرینات توان رو اضافه بکنیم. البته که در یک فرایند بازتوانی اینجوری نیست که ما همیشه منتظر بشیم تا ثبات کامل به دست بیاد بعد قدرت کامل به دست بیاد بعد وارد توان بشیم. نه، ثبات نسبی، قدرت نسبی و وارد در واقع مرحله توان میشیم. معمولا هدف نهایی در یک توانبخشی برنامه بازتوانی رسیدن به مرحله توان هست، اما این هم بستگی رشته ورزشی داره. رشته های ورزشی مثلا فرد ماراتون کاره نیازی نداره ما ورزشکار رو وارد فاز پاور بکنیم. بعد از اینکه استابیلیزیشن ایجاد شد کمی قدرت و شروع می‌کنیم به استقامت. اما در ورزشکارهایی که پرتابی هستن، ورزشکارهایی که فوتبال هستن، نیاز به پاور و توان دارن، اونجا ما در واقع پاور رو هم به برنامه تمرینیشون اضافه میکنیم. خب اینها رو ازش بگذریم. در نهایت در واقع آزمون‌های عملکردی
هدف بعدی ما اینه که ما در واقع آزمون‌های عملکردی رو داشته باشیم، بتونیم در واقع تمرینات عملکردی داشته باشیم تا در نهایت بتونیم ورزشکار رو به رشته ورزش خودش برگردونیم. بعد از اینکه مراحل بازتوانی به پایان رسید، برنامه‌های بازتوانی انجام شد، ما همیشه با این سوال روبرو هستیم که آیا ورزشکار میتونه به ورزش خودش برگرده یا نه. برای اینکه ما اجازه بازگشت به ورزش رو به یک ورزشکار بدیم، کرایتریاها یا معیارهای متفاوتی مطرح شده. از معیارهایی که در واقع فیزیولوژیک هستن، آیا بافت ترمیم شده یا نشده، درد دارد یا ندارد، تورم دارد یا ندارد، دامن حرکتیش بهتر شده یا نه، قدرتش بهتر شده یا نه، از نظر حس عمقی، از نظر کنترل عصبی عضلانی، آمادگی قلبی تنفسی. اینها معمولا مواردی هست که ما باید چک بکنیم. این که در مورد اینها نمیشه الان کامل توضیح داد. چرا؟ چون ما برای آسیب دیدگی های متفاوت معیارهای متفاوتی داریم. یعنی شما قاعدتا مثلا برای یک والیبالیستی که ایمپینجمنت سیندروم شده معیارهای متفاوتی داری نسبت به مثلا یک ورزشکار پرتابی که ایمپینجمنت سیندروم شده. معیارها بر اساس رشته‌های ورزشی و اون دیمند یا نیاز در واقع فرد متفاوته. بنابراین ما یه جایی ممکنه برای یک ورزشکاری در واقع درد خفیف رو بپذیریم برای بازگشت به ورزش، ولی یه جا ممکنه اصلا نپذیریم. این رو در حالا کتاب‌های اسپورتس مدیسین و اینها میتونید در واقع برای هر آسیب می‌بینیم که به صورت مجزا گفته که هر کدوم از اینها در واقع تو چه شرایطی باشه که ما بتونیم اجازه بازگشت به ورزش بدیم. همچنین باید بدونیم که حالا هر رشته ورزشی چه مشخصاتی داره، چه نیازهایی داره، شرایط عملکردی، شرایط روانی و عوامل مختلفی دست به دست هم میدن که ما بتونیم تصمیم بگیریم آیا یک ورزشکار میتونه به ورزش خودش برگرده یا خیر. که عرض کردم اینو در هر رشته ورزشی به صورت مجزا باید و در هر آسیب به صورت مجزا بحث بشه که اینها دیگه حالا سر جای خودشون اگر فرصت بود صحبت میکنیم. این هم از بحث امروزمون، با امید این که همه سلامت و خوش باشین.